دموکراسی یعنی بزرگان یکی گپای روی سرک است، یکی گپای مردم عام است. دموکراسی یعنی چی؟ ما کتاب‌های بزرگای دموکراسی را خواندیم. بزرگای دموکراسی چی نوشته میکنن؟ میگن ما دموکراسی را آوردیم تا قانون از آسمان تا کنیم و در زمین قانون بسازیم. ما قانون آسمانی را قبول نداریم. ما در کلمه خود گفتیم که نه، ما قانون آسمانی را قبول داریم و بغیر از شریعت الله دیگه قانون را نمیپذیریم. قانونی که در زمین به ضد قانون آسمانی ساخته میشه او را مسلمان به اساس کلمه خود قبول کرده نمیتونه. از این خاطر یک مسلمان وقتی ما را یک وقت دعوت میکردن بعضی کسا میگن شما کمونیست شدین، ما برشون میگیم شما کمونیست شدین، میگم من هم کمونیست هستم، من مسلمان هستم. ما برش میگیم ببخشید تو اشتباه کردی. امکان نداره که انسان هم کمونیست باشه هم مسلمان باشه، انسان سکولار باشه و هم مسلمان باشه. چرا؟ کمونیسم قانون به دست مارکس و انگلس و لنین میده. اسلام صلاحیت تشریع فقط برای الله هست. الله هست که برای ما ارزش ها را تعیین میکنه، چی خوب است چی زشت است، چی حق است چی باطل است، چی درست است چی غلط است. الله تعیین میکنه. حتی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله میگه که یا ایها النبی، ای پیغمبر، ای شخص بزرگوار. نبی الله متعال برش بسیار عزت میده، نامش نمیگیره، نمیگه یا محمد، برش میگه که یا ایها النبی، ای شخص بزرگوار. انا احللنا لك ازواجک، همسران تو را ما برات حلال ساختیم. دیگر 4 خانم میتونه بگیره، تو 11 دانه میتونی بگیری. این حق تو نیست، این رو تو تعیین کرده نتونستی، این کار ما هست. الله میگه من خالقت هستم، من برات میگم که تو میتونی که نمی همسرا رو. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله یک وقت میخواد که عسل نخوره، الله متعال برش میگه یا ایها النبی، ای شخص بزرگوار، ای نبی من، لما تحرم ما احل الله لك، چرا تو چیزی که الله بر تو حلال کرده تو نمیخوری؟ عسل نمیخوری. مردم فکر میکنن البته حرام است. تبتغی مرضات ازواجک، به خاطر که همسرایت نمیخوای که عسل بخوری. پس در اسلام صلاحیت تشریع مربوط الله متعال است. در قوانین سکولاریستی و دموکراسی صلاحیت قانونسازی و تشریع برای کی داده میشه؟ برای مخلوق داده میشه. از این خاطر بر از کافر میگیم که آل توی کار کردن نمیتونی، تو نمیتونی سوسیالیست باشی، تو نمیتونی کمونیست باشی، تو نمیتونی ماتریالیست باشی، تو نمیتونی که این مکتبای الحادی سکولاریستی رو قبول بکنی. چرا؟ ای با کلمه تو در تضاد است.